سلام دوستان عزیز، چطورید بچه‌ها؟ من احمد هستم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز قراره واسه اولین بار داخل این کامیونیتی یه مدل ویدیوی جدید با هم دیگه درست بکنیم. یعنی قرار ماینکرافت رو با هم دیگه تموم بکنیم. من زیاد ماینکرافت اونطوریا بلد نیستم، یعنی در حدی که بتونم تمومش کنم. پس هر سری داخل ویدیو از شما میپرسم یا شما داخل کامنت ها راهنمایی بکنید که واسه ویدیو بعدی باید چیکار انجام بدم. به نظر من یه ماجراجویی خیلی باحاله که با هم دیگه من و شما قرار انجام بدیم. پس ویدیو رو لایک کنید، بریم ببینیم آخرش چی میشه. دمتون گرم. اول از هر چیزی که من شنیدم، باید تنها چیزی که همیشه توی ماینکرافت رعایت بکنی اینه که قبل اینکه قرار شب بشه تو بری یه دونه خونه درست بکنی یا یه جا اصلا بری قایم بشی، چون دقیقاً مثل سریال اسمش چی بود خدا، فرام، اگه شب بیرون باشی دهنت سرویسه. یعنی یه جوری اصلا عجیب غریب. بریم پیدا کنیم. ولی خب من اولین مشکلی که توی این ماینکرافت پیدا کردم اینه که نمیتونم مثلا اون بلاکایی که رندر میکنه رو تعیین بکنم. یعنی میرم تو تنظیمات هر کاری میکنم، ببینید هیچ جوری نمیتونم. اینا رو کمم کردم ولی خب نمیدونم کجاست. تو کامنت حتما واسم بنویسید. این تا ته رندر میکنه. یکم فکر کنم فشار اومده به سیستمم، نمیدونم. ولی خب ببینید خیلی خوشگله، ولی خب همه جا رندر کرده، یکم مشکل سازه به نظر من. بریم اینجا بهترین گزینه است به نظرم واسه درست کردن خونه. خیلی هم خوشگله، بغل درخت گیلاس یا هلو. بریم یکم هلو بشینیم. بریم اونجا اول سر چیزی بریم خونمون رو اونجا درست بکنیم. به نظر من فعلا از اینجا ببینم میتونم برم پایین یا نه. ببینیم یه دونه آبشار اون ته بودش، واسه برم پیداش کنم. واسه دیدم تو یوتیوب میپرن توی آب، از اون سر دنیا هیچیشون نمیشه. بریم ببینیم انجام بدیم مشکل اصلا پیش نمیاد یا نه. ولی خب من احساس میکنم ماجراجویی خفنی میشه. فکر نکنم تا حالا کسی انجام داده باشه. انجام داده باشن چه اشکالی داره؟ با هم دیگه انجام میدیم. فکر کنید با هم دیگه این مأموریت رو تمام کردیم. خیلی حال میده. اثر لازم بهش فکر بکنید. ببینیم بریم پایین. یا خدا نمیری. اشما افتاده رو درختا. آقا چرا اینطوری شد؟ ایسا دوباره باید برم از همونجا برم. اولین قدممون با مرگ مواجه شد. فکر کنم ماجراجوییمون خیلی سخت میشه. ایسا نه اوکی شد. یه بار دیگه. همیشه که اینطوری نمیشیم. ولی خب این شیدر خیلی خوشگله. ببینید این گاوا رو نگاه کن. بعداً باهاتون کار دارم. از اینجاتون گوشت میکنم. نگاه از همینجاتون. فعلا کاری باهاتون ندارم. خداحافظ. بریم یه جای قشنگ پیدا کنیم. اسبم اینجا هست. اسب قوی. بریم یه جای خوشگل واسه چیزمون پیدا بکنیم. حداقل بتونیم اونجا بگیریم بخوابیم. بریم اون ته. یکم صدام گرفته، سرما خوردم. احتمالاً تا ویدیو بعدی درست بشه. ولی خب من همیشه سرما خوردم. فکر نکنم به این زودیای سرما خوردگی من تموم بشه باشن. آفتابم اومد بیرون. این شیدره همیشه ابر هواش. آقا یکم ابرا رو کمتر می‌کردید، آفتابو می‌دیدیم. ما داریم نزدیک میشیم به این چیزای صورتی. درختای صورتی. بچه‌ها تو کامنت ها بگید اسمشون چیه. معمولاً تو دنیای واقعی زردالو گلاش صورتیه. هلو هم آره اونم صورتیه. گیلاس رو من نمیدونم. گیلاس چرا من گیلاس یادم نیست، ولی فکر کنم یکی از ایناست. بذار بریم بغلش. خوکر رو نگاه. تکنوپلاید. اینو نگاه کن. فش است. بیا جلو آفتاب. آقا این ابراش لعنتی. خب اومد ابراش اومد. مرد گوشتیشو برداریم. انگار تمرندیه. اینم از درختای گیلاس و هلو و آلبالومون. هر چی بود. چقدر خفنه این لعنتی اینجا. بذار برم بالا. این گوشته رو بندازیم دور. ببینیم میخوریمش به فنا میره. فعلا زوده. وایسا یه جای خوب پیدا کنم واسه زندگی. اینجا خوبه نه؟ آره اینجا خوبه. اینجا رو من دوست دارم. اینجا خوبه نه؟ آره منظرش هم خوبه. اینجا خیلی خوبه. بذار اولین خونه‌مون اینجا باشه. اولین خونه عمو احمد و بچه‌ها. خونه من و شماست. اینا رو بزنم خراب بکنم. آره با یکی سوار تاکسی شده بودم بچه‌ها. هرچی من میگفت راست میگی. تو با من چرا هرچی میگی راست میگی؟ شاید من اشتباه بگم. هرچی من گفت راست میگی. راست میگی.
بعد یه نام میداد، یه عالم خاطره تعریف میکرد، خاطرهای عجیب غریبی میگفت. امروز عصر، الان که دارم ویدیو رو واسهتون ضبط میکنم فکر کنم ساعت 9 این اولوشاست. اینم اولین ویدیو لانگ چنل یوتیوب هم هستش. قبلی هم گذاشته بودم ولی خب هیچ کدومشون به پای این نمیرسه، چون این قراره با شما تمام بکنیم. یه دونه مأموریت سخته، ولی خب هاردکور نزدم. راستش بخواید به سیستم نمیخوره هاردکور استارت کنم فعلا. بذار اینطوری تمامش کنیم. اگه خدا رو چه دیدی یه روزی اومدیم با هم دیگه هاردکور زدیم، شاید اینجا رو اصلا کات کردم. اینجا چقدر خوشگلن. بذار بریم یکم چیز پیدا بکنیم. یکی از این درخت‌ها رو خراب، نه این درخت‌ها رو دوست ندارم خراب بکنم. بذار بریم پایین. اینا رو دلم نمیاد. درختاش خوشگلن. بذار بریم چیز پیدا کنیم. یکی از نکات خیلی مهم تو این داستانا به نظر من اینه که تو کلنگ و این داستانا به دست بیاری. بذار برم چند تا کلنگ بگیرم از این درخت رو خراب بکنم. با گلم خرابش میکنم؟ نه، با هم خرابش میکنم. این درخت اینجا اضافه است، منظره رو خراب کرده. ولی خب من شنیدم ماد وجود داره، مود میگن، شیدر میگن، چی میگن بهش، میتونی یه کاری بکنی گرافیک درختاش بیشتر بشه، مثلا پایینو زدی کلا بریزه پایین. شنیدید؟ احتمالا شما شنیدید، من اصلا اولین بار دارم میشنوم. بیا پایین عمو. بریم یه دونه کلنگ درست بکنیم با هم دیگه. اول از هر چیزی اینا رو بذاریم اینجا. 2 تا از اینا میخوام بسمه، بیشتر نه. یکی از اینا رو بذارم اینجا. بذارین کرافتینگ کیبلمون رو درست بکنیم. یه دونه هم از اینا یه دونه هم از اینا اینجا بذارم، یکی هم از اینا اینجا. فکر کنم از اینا هم یکم دیگه میخوام. بذار بیاد اینجا. بعدش این داشمون هم بذاریم اینجا و این فکر کنم اولین کلنگمون است. یه جا شنیده بودم میگفت بی ارزش ترین وسیله توی ماینکرافت همین کلنگ چوبیه، ولی بدون اون نمیتونی هیچ کاری توی ماینکرافت انجام بدی. راست هم میگن ها. بریم یکم از این داستانا شروع بکنیم. فعلا یکم خب بیلم میخوام. بیل واسه یه دونه بیل بشینم ببینم بیل میتونم درست کنم. بذار بیل پیدا کنیم. اینم از بیلمون. بذار اینم خراب بکنم. اون پالا هم نوشت آقا شما بیل رو درست کردید. بریم واسه بیل و حفاری. بریم کنده کاری کنیم. این از کنده کاریمون. خدا وکیلی میره. این قشنگه. بذار زیادم فضامون رو خراب نکنیم. به نظر من اینجا میشینیم روزامون رو سپری میکنیم، همه جا رو خراب نکنیم، اینطوری قشنگتره. آفتابا ببین اصلا چقدر سیسش قشنگه این لعنتی. ببین چقدر خوشگله. شب شد قرار دهنم سرویس بشه، خونه هم مثلا درست نکردم، ولی خب اشکالی نداره. آخرش میتونیم که بذار اینا رو میخوام یکم بزرگتر کنم بتونم مشکلتر خونمون رو درست بکنم. کل ویدیو شد کنده کاری داش احمد. ببینید ماهه چقدر خوشگله، ولی این گوشه موشه هم میذارم چون چیزو یه طوری کردم اینا بزرگتر نشون داده میشن. این چی بود؟ خرگوشه چرا افتاد پایین؟ چقدر باله. اینجا توی شب هیچی نیست. نورا رو نگاه کنید. این عنکبوته. عنکبوت بیا. قطع کردم. نه یا هیچی ندارم. همون چیزی که بهتون گفتم این ماهه باید بری زیر زمین، ولی خب من دوست ندارم برم زیر زمین. مرگ حق ارج مردیم. که صافت اومدن. صدا کی بود؟ کی؟ اینه. وایسا با این بزنم تو کلت. برو بچه. یا پیغمبری کوچولوی اومد این دهن سرویس. اینو نمیشه کاری کرد. غلط کردم. فکر کردم اون بزرگ است. اینو نمیشه کاری کرد. وایسا برم فرار کنم. نفسم تموم شد. سرعتش زیاد است، نمیتونم فرار کنم. ایس. یا خدا این اومد. بیا بهتره اینو بکش. بیا کشتش. نکشت. با این کوچوله رو اصلا نمیشه کاری کرد. باید شمشیر درست میکردم. ببین اصلا منو انداخت اون سر دنیا. اینجا من 402 متر اونورترم. ولی خب میرسیم، اشکالی نداره. بذار دونه چیز درست بکنم. اینجا جام خوبه. یه دونه شمشیر درست بکنم. می‌خواستم درست کنم ولی خب اشتباه کردم، زودتر درست نکردم. بذار شمشیر درست بکنیم، به دردمون می‌خوره فعلا. شمشیر اینجوری بود آقا، اشتباه رفتم. اینجاست. این اول شمشیرمون. 2 تا میخوام احتمالاً برای یکی دیگه هم بذار درست بکنم اینجا داشته باشم تا میرسم اونجا.
اینا بذار خراب کنم تا برمیگردم اونجا احتمالا شبم بشه. خب بریم بیرون فعلا. اینم که کرده تو اونجا همون بکش بیرون آقا برو بر کسافت. بذار برگردم پیش خونمون. خیلی طول کشید برسیم اونجا بچه. آفتاب اومد بیرون. یه سری هم گل و این داستانو کردم. راستش بخواد زیاد مهم نیستش، فقط میخوام اولین خونمون رو با گل درست کنیم. با خاک درست بکنیم. بدترین فکر ممکن است، ولی خب قدیما هم همین کارو میکردن، با گل درست میکردن. البته سنگم به کار میبردن. بذار بریم اونجا. خونمون رو از دست ندیم. این نمیدونم چیه، یه دونه از این چیزا ریختم. خوب حداقل اینجا رو نشون میده. چقدر گرافیک داره این لعنتی. این کورکو پرش میریزه. ولی احساس میکنم یه مدت اینطوری پلی بدم سیستمم بهم لعنت میفرسته. بس بریم پیش خونمون. بریم بالای خونه خوشگل درست بکنیم، خونه نقلی. به نظر من بهترین گزینه‌ام اینجا اینه که یه حیاط خلوت بدیم اینجا. به این سمت باشه، به این سمت. آره به این سمت بهتر. بذار اینا رو درست بکنم. نه داداش، این اولین خونمونه، با هم دیگه داریم درست میکنیم. این کار با هم دیگه استفاده کردیم. گلمون تموم شد. چقدر زود. خیلی بزرگ نمیخوام درست کنم چون بعدا ارتخاش میدیم با هم دیگه. انبور زنبوره نگاه داره ملخ میزنه. چی کشیدی همون درخت گیلاس دیگه، چیز نیست که. اینم آخرین آجرای خونمون. واقعا همه چی اوکی کردیم. بکنم این پایین یک کمش مونده. آره ایناش مونده بودم، من یادم رفت. بذار اینجا هم بکارم اینو. اینم از این، اینم از این و آره دیگه تموم شد فکر کنم. اینم از خونمون بچه ها. البته خونه نیست، شبیه غاره، ولی خب بهترش میکنیم. احتمالا تا ویدیو بعدی یه چیز بهتر درست کنم. فقط میخوام فعلا تو این گیروگیری نمونیم. ببین اصلا خونه خوشگل. یه دونم به سمت اون برداشته باشیم، یه دونه پنجره خوشگل و باحال. آره پنجره‌مون هم خوب. اینم از این. یه دونه فعلا بریم چی می‌خوایم به نظر شما. بذار اینا رو بذاریم اینجا، کرافتینگ تیبل و اینامونو اینجا گذاشته بشن. آره این فعلا این. بریم دنبال یه دونه در می‌خوایم ما. در 100% می‌خوایم. یه دونه در باید پیدا کنم. بذار برم در پیدا کنم. بریم درمون رو درست بکنیم. اینم از این، اینم از این، اینم از این، اینم از این. یه 3 تا در بهمون داد. اینم از درامون. هوا خیلی تاریکه با این ماد. خوبه حداقل شبا میتونیم این حرکت رو بزنیم، ماد رو برداریم. این شیدره رو بردارم، این دره رو بذارم. کو دره؟ آها اینجاست. اینم از در. خونمون در داره بچه ها. برید حالشو ببرید. اینم از اولین خونمون. در و این داستان هم داره. حالا باید یه چیزای دیگه درست بکنیم که در آینده به دردمون بخورن. نمیتونم در رو اینجا بذارم، اینجا میذاشتم خیلی حال میداد. احساس میکنم یه سری چیزای دیگه لازم داریم. تو کامنت حتما بنویسید، واسم ویدیو بعدی میریم درستشون میکنیم. بنویسید دیگه، خیلی بهم کمک میکنه. دم تک تکتونم گرم که تا الان بام بودید و خیلی عشقید. خیلی ستون دارم. فعلا تا ویدیو آینده، خداحافظ همتون.